أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك. أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك. فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك. فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك. فتبعت يا ربي هداك. فتبعت يا ربي هداك. أنت الذي أوجدتني وكفلتني وحفظتني. أنت الذي أوجدتني وكفلتني وحفظتني. وبكل فضل زدتني والفضل ما صنعت يداك. وبكل فضل زدتني والفضل ما صنعت يداك. يا من قلبي من دعاك. أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك. أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك. فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك. فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك. فتبعت يا ربي هداك. فتبعت يا ربي هداك. بهداك ربي أنعم ومن المتاعب يسلم. بهداك ربي أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام علیکم حاضرین محترم، برادران خیلی عزیز و خیلی گرامی. در اول برادر منکه اولین جان را برای این خیلی از ساعتهای شیرین بیماری هایی که در این محله وجود دارد خداوند شفای کامل نصیبشان بگرداند و همه مسافرهای اهل این محله را خداوند صحت و سلامت به خاندانشان برساند و گذشتگان این محله را خداوند به حرمت این مجلس نور، به حرمت این مجلس خیر خداوند رحمت و مغفرت بگرداند. برادرای خیلی عزیز و خیلی گرامی، الحمدلله که اگرچه ما در صحبتم که حضور نداشتیم، لیکن همیشه مادامی که صحبت برپا می شود و البته نفع خودش می رساند، فایده خودش البته می رساند، زیاد سخنرانی کردنی نیستیم. انشاءالله فکر میکنم که به همون صحبتی که برادرمان کردن کفایت میکند. فقط یک حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای شما میخوانم که مخصوص همین مجلس ما و شما هست. روایتی هست و حدیثی هست از پیغمبر خدا: اربع من سنن المرسلین. 4 چیز از سنت های همه پیغمبرهای پیشین، حتی از پیغمبر ما و شما هم هست. این وقتی که من میگم که 4 چیز از سنت پیغمبر هاست، پس ما باید که در این توجه داشته باشید. مقصد وقتی که سنت که نامش که ذکر شید، باید که ما چنگ زننده این سنت ها باشیم. زیرا حبیب خدا میگه کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. این همه امتی من، برادر عزیز، تصور کنید که این مجلسی که الحال ما و شما نشستیم عبارت از 50 کس باشد یا 100 کس باشد، حبیب خدا اشاره دارد که ای مردمی در همین حولی نشسته، همه شما جنت میریم، همه ما را بشارت به جنت داده ایستاده است. همه وارد جنت میشین مگر کسی که جنت نمیخواهد، مگر کسی که وارد شدن جنت برای خود اختیار نکرده است. اصحاب پیغمبر حیرتی شدند، خیلی یک جای زیبا، یک جای مقدس، یک جایی که همیشه راحت دارد، هیچ مشکلاتی ندارد، کی ویا نمیخواهد؟ حبیب خدا چی گفتند؟ من اطاعنی دخل الجنه و من عصانی فقط ابا. بین کسی که اگر در دنیا پیروی من می شود، کدام امتی که اگر چند زننده سنت های من می شود،
این معنای او را دارد که وی جنت میخواهد، وی راحت جنت میخواهد، وی یقینا نام امتی را همیشه محافظت کننده هست. لیکن کسانی که اگر پیروی من نمیشوند، کسانی که میدانند که انمین عمل سنت است لیکن با این عمل رفتار نمیکنند، پس معنای او را دارد که این جنت نمیخواهد. برای همین وقتی که ما از نام سنت سخن میبریم، البته این چیزی هست که ما را البته به البته نجات میدهد. حبیب خدا گفتند یکم الحیا، حیا داشتن خود سنت از سنت های پیغمبر است. حیا ما شما بسیارتر اگر چنده که حیا را خودش تنها استفاده نمیبریم، فقط شرم و حیا میگیم. شرم و حیا در کجاست؟ یعنی حیا داشتنم سنت از سنت های پیغمبری خداست. شاید داملا هم یک حکایه کردن از حدیث های رسول اکرم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در وارد شدن ابوبکر و حضرت عمر خودشون جمع نکردن. مقصد همون خیلی دراز کشیدگی که بودن همچنان ایستادن، لیکن وقتی که حضرت عثمان وارد شدن حضرت خودشون جمع کردن و حتی حالت نشستن برای خود اختیار کردن. وقتی از او پرسیدن سبب در چیست، گفت چگونه از عثمان حیا نکنم زمانی که ملائکه ها از او حیا میکنند. مثلا چخیل من حیا نکنم از شخصی که ملائکه ها از او حیا میکنند. یعنی اینقدر حیای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بلند بود که حضرت عثمان همون سنت پیغمبری خدا را همیشه با دندانهای خود قپیده نگه می‌داشت. الحیا من الایمان، این حیا داشتن خودش نشانه ایمانداری است. همین آدمی به ایمان به حیا میشود. آدمی که ایمان ندارد حیا ندارد، آدمی ایمان ندارد شرم ندارد. این حیا داشتن بسیار بسیار یک چیزی بزرگی از حبیب خدا میگه. الحیا لا یأتی الا بخیر، الحیا کله خیر. این همه اینا حدیث های پیغمبرند. همه وقت حیا همش خیر است، حیا همش نیک است. برای همین یکی از سنت های پیغمبری خدا این حیا داشتن است. برادر عزیز، حضرت سعدی را خدا رحمت کند و حضرت میگو که حیا باید که دارد آدمیزاد که لعنت بر وجودی به حیا باد. این خدا رحمت چون کند همه اونا که قرآن خواندن، حدیث های رسول اکرم که نظارت کردن، اطراف حیا بحث و مناظره ها را که نگاه کردن، پس به خلاصه آمدن که وجودی که حیا ندارد او را لعنت گفتن. و الا بین عزیزان ما و شما کلمه لعنت خیلی کم استفاده می بردن، لیکن مجبور شدن وقتی دیدن که بنده‌های خدا از حیا دور شدن، مردم به حیا شده ایستادند، از روی مجبوریت چیکار کردن؟ گفتن که لعنت بر وجودی به حیا باد. همین حیا نداشته باشد این خیل وجود سزاوار و ارزنده لعنت است. برای همین کاری کنیم برادرای عزیز و گرامی، باید که وجودی ما حیا داشته باشد. بازم این ما قناعت نکنیم، بلکه زن ما هم حیا داشته باشد، دختر ما هم حیا داشته باشد، خاندانی با حیا باشد. نگن که این خانه بسیار خانه بی حیا است، بسیار خانه بی انتظام است، بسیار خانه بی ترتیب است، بلکه گویم بسیار خانه خوب است، بسیار خانه با ترتیب است، بسیار خانه با حیا است. گفتن این خیل به ما اشاره کنند، انشاءالله این اشارهش برای ما ثواب دارد. حیا البته به البته یکی از سنت های پیغمبری خداست. ببینید مثال حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگفتن که اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. ببین اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تو از خدا شرم نمیکنی پس هر کاری که میکنی برای تو درست است دیگر. ببین چه یک کلمه وزین پیغمبر خدا استفاده بردن. مقصد وقتی دیدن مردم دروغ گفته سای، دیدن مردم خیانت دارد، دیدن مردم بینمازی دارد، دیدن مردم توجه به مسجد ندارد، یعنی مقصد از احکام ارکانهای خدا که دور شدن، رسول اکرم گفتن اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. حالا ما و شما یگان آدمی را بینیم بسیار بی معنی و بد اخلاق که باشد، این میگیم برای مباح هر چی گفتن میگیره گفتن بگیرد. انا رسول اکرم هم که این گونه طایفه را دید که تماما شکرانه خدا را که به جا نمیارند، پس چی گفت؟ مادامی که شما که از خدا که شرم ندارین پس همه کار برای شما درست است. مقصد هر کاری میکنی بکن، عاقبت جزاش میگیری. برای همین یکی از سنت های پیغمبر خدا برادرای عزیز، ما نگیم که جوانیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث ها میآید که وای شرمش مثل عروسی تای چادر بود. ولی عروسای تای چادر ما که شرم ندارن حاضر، توان حیا هم ندارن، دروغ میگن.
مثال همه ای پرید رفت. یک زمانی بود حتی همین زمان شوروی را ببینین، مثال بیارین چقدر شرم و حیا ترقی کردگی بود، قدر شرم و حیا زیاد بود، اینجای پوشیدش نیست. لیکن حاضر اینقدر افلاسی، اینقدر بی ترتیبی، اینقدر بی حیایی، مثال ترقی روز بر روز ترقی کرده ایستاده. لیکن حبیب خدا را میگه حیاش مثل عروسی تای چادر بود. پس ما مادامی که سنت پیغمبر خدا که حیا باشد، پس این شرم و حیا را برای خود اختیار کنیم. بگذار میلش رفیق من بی حیا باشد، من از وای عبرت نمیگیرم، من از وای درس نمیگیرم، من پیروی وای نمیشم. خب دویم چیزی که هست از سنت های پیغمبر خدا و تعطر گفتن، عطر زدن. امروز خیلی الحمدلله خیلی من خوشحال هستم، اکثر مردم هم میبینیم در نمازهای جمعه موی سفید جوان عطر میخرن. این خیلی خوب شیدگی است، خیلی نیک شیدگی است که آدم مسلمان باید بدنش بوی عطر کند. و حضرت عباس خواندم در خدا رحمت کند مکاشفت القلوب امام غزالی دا میگد وقتی که با همسرش که در جایگاه خواب میخواست که خواب کند، حضرت عباس خودش عطر آلو میکرد. ببین در جایگاه خوابش پیش از آنی که گوییم با عائله حلال خودش که همخوابگی میکرده است، اول عطر میزده است. در همخوابگیشان حتی استفاده میبردن. برای همین وجود ما و شما باید که همیشه بوی عطر کند. در وجود آدم مسلمان هیچ وقت باید بوی عرق، بوی بدی، بوی ناخوب هیچ وقت وجود نداشته باشد. بین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه کسی که اگر پیاز خورد یا سیر خورد یا یک چیزی بدبوی خورد، مسجد ما داخل نشود. و مقصدی که بنده های خدا که آزار که یافتن، پس ملائکه ها هم آزار مییابند. این بدن بویی که در بدن ما و شما است، لباس های چرکین ناشسته که ما در بدن داریم، البته این آزاری هم برادر مسلمان می شود، هم آزاری ملائکه های خدا می شود. برای همین این بسیار یک جمعه ما را سوال کردن که در اطراف همین تازگی، ما اکثر جمعه در باب تازگی صحبت میکنیم. هیچ وقت باید جورب ما باید بوی نداشته باشد، کرته های ما باید تازه باشد، اتو کردگی باشد، یگان ذره چرک باید در وجود آدم مسلمان نباشد. آدم مسلمان باید آلفته باشد، زیرا الاسلام نظیفون، اسلام خودش پاکیزه است، پاک است. ببین ان الله نظیف یحب النظافه، خداوند خودش پاکیزه است، پاکیزه ها را دوست می‌دارد. خانه های ما باید تازه باشد، جای خواب ما باید تازه باشد. ولی یک روز من در جمعه گفتم سانیترنی دین میگن، در تمام اداره های دولتی سانیترنی دین اعلان میکنن، باید در خانه مسلمان هم سانیترنی دین باشد. اینم هر هفته باید در خانه ما سانیترنی دین وجود داشته باشد. از خانه آدم مسلمان میداد ترکنا در دیوالش است، خانه آدم مسلمان در میداد نمی دسترخوانش پری چرک، یک دستمال هم میارم میپرتد، مثال گویم با $500 $1000 یک حافظ میارد. آخه هم یک لطه خریدنش چیه؟ برای هر آدم باید یک لطه دادن در کار است. یک لطه قطعی تمامی آدم ها دستشان میمالند. این تماما ممکن نیست. نظافت هم از اسلام است، پاکیزگی هم از اسلام است. میگه وقتی پیغمبر خدا گفتن که لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من کبر، کسی که اگر در دلش یک ذره کبر داشته باشد او وارد جنت نمی شود. ببینید تو فقال الرجل ان، یک مرد از جاش خیست چی گفت؟ این الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا و نعله حسنا. یک جوان خیست مثل جوانای ما و شما گفت حبیب خدا آخر من میخوام که لباس قیمت داشته باشم، میخوام پیشترین توفلی را پوشم. آیا هم کبر است؟ پیغمبر خدا چی گفتن؟ ان الله جمیل یحب الجمال الکبر بطر الحق و غمت الناس. بین حبیب خدا گفتن نه، گفتن جوانی عزیز قیمتترین لباس قوت داری، قیمتترین لباس بپوش، قیمتترین توفلی در حواس داری، پولت نرسه، شرایطت نرسه، پنهان نکن، خودت کم بغل نگیر، بپوش، بهترین لباس در بدنت کن. بهترین لباس پوشیدن معنای تکبری را ندارد گفت، بلکه معنای تکبر این است که حکم خدا را به جا نمیارد و مردم حقیر میشمارد. مثلا 4 سوم پیدا میکرد، بعد دیگر
مردم هم اهمیت نمیداد بنده های خدا. ما و شما یک کلمه داریم پوف پوفی بنده خدا میگه، انا پوف پوف گفته میگرده، او را تکبر میگویند. تکبر کسی است که حکم خدا را اجرا نمیکنه. لیکن لباس آلفته پوشیدن، لباس تازه پوشیدن، این نشانه ایمانداری ما و شما است. دویم سنت پیغمبر. من که مختصر اطراف هر کدامی برای شما یک گوشتد میکنم. سوم چی گفت پیغمبر خدا؟ السواک، مسواک کردن. ولی عربستان که برین هر یک میلیونری هست که در همین کیسه شرنگ روچکم و شما میگردانیم، او مسواک میگردانن. یک مسواک چوک دارن، مسواک چویی که از حاضر بچه حاضر میفروشن، همون مسواک چوکاشون در دستشون همون دنداناشون خلال میکنن. امروز ما و شما در همون زبنای پس داریم، اگر اونش هم استفاده نبریم، همین زبنای پس در از سری و بیگهی استفاده بریم، این هم از سنت پیغمبر خدا است. دندانهامون رو میشویم، سحر میشویم و شب بعد خراک میشویم. ولی بسیار من شب میشویم خراک میخوریم، با خراکا در دهن با خواب میکنیم، هیچ فایده نداره. بعد خراک که بود کردی با دندانها رو میشویم، بعد خواب میکنیم. این هم سنت پیغمبر خدا است. چهارم چی است؟ چهارم النکاح. این مجلسی که ما و شما حضور داریم، این نکاحی که الحال در این خانه صورت دارد، این سنت از سنت های پیغمبر است. این خدا رحمت کنه، رسول حبیب خدا 4 دختر شوهر دادن، این خیلی شوهر دادن. تمام عزیزان ما و شما توی کردن، این توی تمام بگیم مردم مسلمان ما و شما بود. این خیلی مجلس ها بودن. مرحمت از دمنا. پروردگارا توی های برادر احمدی را پسید زندگی با قرآن و سنت نکاح کردن. چگونه یکی اشاره کردیم به همین مجلسی که الحال ما و شما حضور داریم، همین مجلس هم مجلس نکاح میگن. بسیار خوب، بسیار نیک. خوش به حال برادر اکای عالم جان، خوش به حال این برادر فرزند او که البته سنت از سنت های پیغمبر خدا را البته احیا کردند، زنده کردند. و هر کسی که زنده کننده سنت از سنت های پیغمبر خدا هست، او را الله خودش پاداش میداند. در این خیلی شرایطی که خیلی گویم زنده کردن سنت کار هر یک کس نیست. هر کس در این خیلی شرایط چنگی به سنت زدن نمیتونه. لیکن خدا این انسان غیرت داده است، ناموس داده است و این سنت که امروز بیدار کرده است، انشاءالله پاداش این خدا خودش میداند. خداوند همیشه در این خاندان خوشی ها و خرسندی ها باشد و این خواهر عزیزی که به این خاندان می آید، خداوند از جمله همون خواهرهای باشد که اخلاق حمیده داشته باشد، انتظام داشته باشد، حرمت داشته باشد. خدا رحمت کند. یوسف خضایی هم در فقه معاصرش در باب احترام زنها حدیثش میاد که 4 من سعادت ابن آدم است، یعنی 4 جز از سعادت فرزند آدم است. اگر این حضرت رسول اکرم گفتن که اگر کدام مرد 4 چیز داشته باشد، انا همون بهترین مرد است، مرد که با سعادت است، مرد که خوشبخت است. ببین کسی که اگر همین 4 چیز داشته باشد، یک تا زمینه رسول اکرم چی گفتن؟ المرأة صالحه. اگر کدام مردی که اگر زن صالحه داشته باشد، پس این نشانه سعادت یعنی مردک است. برای زن صالحه را به یک داماد مثال تقدیم کردن و دادن، ما و شما انشاءالله کوشش کنیم در خانه ها تربیه های نیک کنیم دخترها ما را، انشاءالله اینا زنای صالحه می شوند. خدا همه شما را در حفظ امانش نگه دارد.